گداریا رادیوی را تزش مسکوی دکن. سلاف و دم و بخیر گدارین دلال. رادیو را تزوند کارن ببین تو را اینترنت بوی ناونی شانی. مالپر ریا تزه نقطه کم. ایرو شمی 19 مجداریه. گداریا دنگو بحث نفتیه کی بکن. افنیزیکی مهکیه اپراسیون موسولی دست بکریه. ارتش عراق رجلات و باکوری رجلات موسولی و کتن نو باجی و پیش وده چند لینها پیش دچون هزین عراقی هدی بویه. شالیدن و فرمانداری پلیس فدرال یا عراق جی راگیان کوان توی باشوری موسولی کد که 846 کیلومتر چرگوشه کنترل کردن و آمدن هرن نو باجی. فرمانداری هزین دجی تروری عراق جی اشکره کرد کش دست بیک اپراسیونی حتی نا ده تاخین موسولیش علی هزین عراقی و هاتنه کنترل کردن. اوی دازانی که دایش خلق سیویل نو باجی دا وقت مرتالین زندیب کارتینه. جبرویجی دبل هنگ جان اپراسیون بسستی بمشه. افجیب تایبتش بو پاراستنا خلق سیویله. فرمانداری دجی تروری عراقی دخیاد که فروکای نفیمونجی پشگری دادن هزین عراقی و بی نابر بگین دایشیتین بومب باران کرن. هزین ارتش عراقی و هزین پیشمرگه دست بیک اپراسیون حتی نوچین همدانی باشیک بتله شوره همم علیل و هروا سد گندن دور موسولی کنترل کرنه. ارتش عراقی جد نو موسولی دا کتیه نو ده تا خان. الگوری امورین لشکریش دست بیک اپراسیون حتی زیدتری 2300 چک دارین دایشی هاتنه کشتن که گلک برپرسین بلند ین دایشی نوان کشتیان دانه. شو دنو پیرلنو دعوت که دال باجاری فلوجی عراقی تقینه که مزین چه بود انجام داد هری که 16 کسان جیانه خوش دست داد فرمانده که اپراسیون امباری داخلی که دا راگیان تقین بری اتومبیل که بمبکری چه بویه و دعوت که باشوری باجاری فلوجی کری آرمانج الگوری زانیورین دست پی که انجام تقینی دا هری که 16 ولاتین عراقی هاتنه کشتن و 30 کسین دن جبرین دار بونه هات راگیاندن که نو دعوت دا جبلی ولاتین سیویل چند کس و برپرسین لشکری و اولایی یه عراقی جهبونه. سرکریم کردستان مسعود بارزانی راگیاند که سردن خوی داوی یا بغداد دا بشکره بحث سرخوبون هریم کردستانی کریه او گود سرونکشاندنش نوچین کردی امدگل آمریکایی رکفتنه. سرکریم کردستانی و فرمانداری گیشت یزین چکدارین کردستانی مسعود بارزانی 16 مجداری نوچه باشه که گل فرماندارین پیشمرگه جوینک پیک آنی او گود نال باشه که اوینای که مد خواست ببینن همو پیکاتین هریم دیسا دی لوان آخاندا نو آشتی دا بشین سرک بارزانی دیار کرد که دایش زخوان دکریه اولمبر اپراسیون هزین پیشمرگه و ارتش عراقی تک چیه او بردوام کرد. ایدی اوی نکارن جاره کردن بری خوبدن کردستانی. اب کسین که آلیکاری دانه دایش جیده نکارن گوه خوبو بجن کردستانی. بین گرتن جیده طول شهیدان جوان بیستاندن. سرک هریم کردستانی درباره اپراسیون موسولی داخیاند که دی پیشمرگه جوان هریم نهاتن رزگار کردن و ناکشه. مسعود بارزانی راگیاند سردن خوی داوی بغداد دا بشکره بحث سرخوبون کردستانی کرد. یا باشتر را بری کفته دی بگین انجامه که هر وقت بارزانی دازانی که اونال گل آمریکایی ریکتن و دیج نوچین کردستانی و ناکشن. اف نوچه بخوینه 11500 پیشمرگه هات ارزگار کردن. نه هنک ارابونه بحث سیستم و پرزگری دکن. سرک بارزانی هر وقت بوچه رسر کردن پرزگری که ناخواهی هریم کردستانی جی بانک آلیا کرده که بجون و پرزگری بدن هف. پیشمی هفته مجداری اوفیس سرک وزیر عراق هیدار عبادیل سر رکفتن هفلیر و بغداد یا درباره شهر کنترل کردن موسولی دخینیک نویس که بلاف کرد او تدارو گیاند رکفتن نوبر حکومت فدرالی و هریم کردستانی درباره رزگار کردن پرزگاه نینوایی دا حتی ناجی جی خدای وکه خواه او تو گوارتن که تدا چینه بویه چند دور جهاتی جیب جی کرن دخینی در واتی گوتن که رکفتن نوبر حد آلیان دا بشکره هاتی گوتن که دوی هیزن پیشمرگه پشتی رزگار کردن موسولی جوان دوران وکشن و لجیخو ینبری بجیب بند که بری اپراسیون موسولی و دریبون. دخیانی واد بیجه دوی رکفتن دا خالین زلات دهنه درباره وکشین هزین پیشمرگه اجدورین رزگارکاری پشتی رزگار کردن موسولی بو دورین خو ینبری بو وان جین که بری دست بکردن اپراسیون رزگار کردن نینیو الور بون و او کارجی چند دورن هاتیه جیب جی کرن و دستور دی دیار بکه که او نوچه دی وگرن بو کیجان آلی. سرک هریم کردستان مسعود بارزانی و بایلوزی آمریکایی بغداد دوگلاس سیلیمان درباره قناق پشتی کنترل کردن موسولی و پیشروش سیاسی و اولهی اوی باجاری دا گوتو بیش کرد. سرکتی هریم کردستان یکشنبه 13 مجداری داخلی که نویسکی دا راگیاند که سرک هریم کردستان مسعود بارزانی باجارو که پیرمام یگریدای هفلیری پیشوازی بایلوزی آمریکایی ی بغداد دوگلاس سیلیمان و شندای پیرا کرد. دفدیتن دا بارزانی و دوگلاس درباره قناق پشتی رزگار کردن موسولی گویتن و پیشات سیاسی و اولین دوری و پیوندی نو برای هفلیر و بغداد دا گوتو بیش کرد.
الگوری دخیانی دوگلاس پیروزبایی و سرکفتن حزب پشمرگه دو اپراسیون موصل دال برزانی کرد و پیزانی ولات خوش لمبر همان هنگی و کاری هفبشی نابر پشمرگه و ارتش عراقی را گیاد. هر وای هیوی کرد که اف یک دواری آسایش دوری دا به بنگه بو چکرنا پیوندی که استراتژیک یه نابر هر دو آلیان. برزانی جد هفدیدن دا بساوی یکی کرد که همان هنگی نابر پشمرگه و ارتش عراق دو بیا سدم و سرکفتن و دستکفتن باش. سروکیری کردستانی هر وای شندای آمریکایی را گوتیه حتی ناجی هفلام اوه که ازدی بکار بخوا خودی قدر خوبن و هریم کردستانی و پیشبرگه آلیکاریا ازدی دادن دا که بروانی خواب کن. پارێزگەری کەرکووکی نەجمەدین کەریم دەبێژە ji ber şerê Musilî rojeve serxwebûna Kurdistanê hatiye paşxistin. Peybangeya Washingtonê ji bo polîtîkayên rojhilata navîn li Washingtonê ji bo parêzgerê Kerkûkê Necmedîn Kerîm semînarek saz kir. Necmedîn Kerîm semînarê da behsa pêşerojê Herêma Kurdistanê û Iraqê werva serdana Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî ya ji bo Bexdayê kir. Necmedîn Kerîm got serdana Serok Barzanî ya Bexdayê ji bo her du alyan jî giring bû. Amerika'yı jidvi serdani da oruleke giringlis. Beryavi serkwazir Nîçîrvan Barzanî çûbû Bexdayê û erva ebadî hate hevlêrî. Tevdîdinan da biryar hatibû dayên ku heman hengî nabera aliyan da zêdetir be. Parêzgerê Kerkûkê daxaftina xwe da diyar kir ku Serkwazîrê Iraqê Heydar Ebadî li hêviye ku mijara serxwebûna Kurdistanê bê pêşavî û Serok Barzanî jî dixwaze vê mijarê li gel Bexdayê gotûbêj bike û herva her du alî li ser vê yekê kar bikin. Necmedîn Kerîm dixuyand Bexdayê heta na bersîveke erînî nedaye daxwaza serxwebû gel ویکی جی اپراسیون موصول اف مجار پاش خستیه. رخصتنا دایش 2006 زاروک کردن ازیدی سیوی هشتنه. برپرسی خبات ازدیان وزارت اوقاف خیری بزانی دیار کرد که جوان ازدین ین هاتن رزگار کردن 1429 زاروکن ین دنجی نست نود 8 جنن و 327 زلامن. جین هاتن رواندن 57 سلف بند رزگار کردنه. بوزانی وگود دایش حتی 19 جتمه 2016 سالی 1293 کردن ازیدی شهید کرده. هجمار که زیده زاروک به دایک و به باب مانه 1759 زاروک به باب مانه و 407 زاروک جی به دایک بانه. هر وا 359 زاروک هم به باب هم جی به دایک بانه. دی باوی 220 زاروکان جی هیچ دست دایشی دانه و قدر وان ندیاره. لشنگول و در دو روی حتی ناسی گورین کمی هاتنه دیتن. تریک وان گوران ده هری کم دو ترم هاتنه دیتن. گور آگاداریان 44 گورستان و جیم پیروس ین ازیدیان هاتنه تقامدن. در باری ازدین ین بند ارزگار کردنه تا آگاین بردست نینه. تنی تزانین دست دایشی دا 1834 جن و 1825 زلام هنه. نونری تایبتی سروکی آمریکای تف پیمانیا نافدولتی دا بریت ماکگیک راگیاند که دهیزن یپگی جمن بیجی درب کبن. یپگی جی راگیاند که دهیزن وان برمانجا بجدربون اپراسیون رقای جمن بیجی درب کبن. ماک گیر کل سرنونیشان خویا تورا جواکی یا تویتر دخیاند که ده شروان یپگی خوابکشین رجلات جمعی فراته. بريت ماك گیر که گوت پشتی که راهینان هیزن لوکال تمام بو اوش بو اولکاریا نوچه هاتنه آرام کرن دی همو شروانین یه بگیج من بیجی درد کبن و وگرن رجلاتی فراتی. نونری تایبتی اوباما گوت که ولاتن هف پیمانان شانازی دکه که پشگری ده هیزن لوکال دا که نوچه این خوابه پاریزن او گوت ایدی دایش نکاره وگره نوچه این وان. در باری اپراسیون رقا و موصول جی مارک گیگد بیشه. هیزن سوری دموکراتیک جروجلات فراته و پیشت کبن و دایش درقای ده دور پیچ دکن. اوجی دمکی دایا که هیزن ایراقی کتنه نفتاخین موصلی. اج آلیدن وجی فرمانداریا گیشتی یا یه بگیجی ایراقیاند که هیزن خوش من بیجی و تکشینن و تبلی اپراسیون خزبه فراتی یا کنترل کردن رقای دبن. انجمانو لشکری یا منبیجی سپاسیا هیزن حسده و یه بگیده که بجداری رزگار کننا منبیجی ببون و راگیاند همو خالن لشکری نو باجاری منبیجی و گندن ین کو دستی حسده دابون را دستی انجمانو لشکری یا منبیجی بون. هفته بورید کنفرانس که روزنامه‌نویسی دا انجمن لشکری یا منبیج دخیانیک جرای گیشتی را بلاف کرد و را گیاند. پشتی در بازبون سیم هان سرزگار کردن منبیج دایشی سپاسیا یکیناین پاراستنا گل هیزن سوریه دموکراتیک و هفپیبانیا نو دولتی کرد که درزگار کردن منبیج آلیکاری وان کردنه و هر وا هیزن خوش نو باجر وکشاندن روزلات جمعی فراد. داکو برداری اپراسیون هیز سفرات دا بکن و رقای رزگار بکن. انجمن لشکری یا منبیج دیار کرجی که 19 ترمی دا همو خالن لشکری نو باجاری منبیجی و گنده یک دسته حسده دا بود بو انجمن لشکری یا منبیجی هادن را دست کرد.
امریکا و کوalisyonu نمونتوایی کتنا بابیل ترکیه قدغه کرن و اف هشیار کرن بیوداری کوalisyonu نمونتوایی یا شر دجدایشی میرلای جون دوریان بغدای دیار کرد ترکیه در و یاساین کوalisyonu تفت گره و نهاجی بسری خواه اپراسیون دجی البابی دست بکریه وش برویه که کوalisyonu نمونتوایی تجاری اولیکاریا ازبانی ناده ترکیه دو اپراسیون وان دجی بابی الگوری میدیا ترکیه سرکتی ارتش ترکیه اشکره کریه که پشتی کنترل کردن باجاری بابیل روجلات باکوری علبی دهیزین ترکیه و اپوزیسیون سوری برب افرینه و پیش دا بچن پشتی نزیک بونو هیزین اپوزیسیون سوری پشگریا راستراسی ارتش ترکیه باجاری بابی که گرنگترین باجاری روجلات باکوری علبیه و دجیر دستی چکدارین دایشی ده مترسین سر هریم افرینی یا روجوای کردستانی زیده دبن میدیا ترکیه سرزمانی سرفرمانداری ارتش ترکیه بلاف کریه که پشتی بابی دهیزین ترکیه و اپوزیسیون سوری به شیوه کی بلس بری خوب بدن هریم افرینی دست پیکو وی میام مشتوری و هزین ارتش ترکیه چندن جاران هنه جی گند و خالن کنترل کردن هریم افرینی توپخانه گران بارمانج گرفته بون بیدنگی هر یک روسیه و آمریکا درباره گیریشن ترکیه سر هریم افرینی و اروا جین هزین سوریه دموکراتیک دا و بتایبت تل رفت منخ و در دورن وان هیچتیه که چافدیرن رفشو هریمی پیش بینیو گیریشن برفلتر سر افرینی بکن هریم افرینی هریم که جایی و آف و چاندی خواب پر زنگینه الهریم افرینی 18 میلیون دارین زیتونان و بتری 200 کرگین گواشتن زیتونان هنه هریم افرینی 2 میلیون دارین حناران هزارن دارین میویندن هنه و اروا گنم جه نوک و نیسک جی تین چاندن هریم افرینی دکبه نوبر هر دو دورین ادلیبی لروجوا و باکوری حلبی روجلات هر دو دورجی دجیر کنترل اپوزیسیون سر ترکیه و نه افجی دیلکو مترسیو بیکی هبه الگور چاودیران دبکو ترکیه اپوزیسیون سوری هولو کنترل کردن افرینی بدن جبکو دورک یگرتیش باکوری لزقی و حتی باکوری علبی بخند بند کنترل خا و هرمک یگرتی دا مزرینی بردفکی وزارت برگری یا روسی جنرال ایگور کناشنکوف را گیاند دنجام گیریشن ازمانی یمفروکین وان سربارگین فتی الشامی در دور پرزگاه ادلیب دا وان زیادتر 3 سروکین فتی الشامی کشتنه کناشنکوف دیار کرد جی افگیریش جالی فروکین سو سیفسی کشبارگاه فروکین ادمیرال کوزنیتسوف هاتی انجام دان شالی خواه روانگه سوریه مافن مروف اشکره کربو کت انجام گیریش فروکین دال سر نخوشخانه و نوندن خوینی لروجلات حلبی 32 کساتن کشتن نوانده زاروگشیانه سبب کد سال 2011 دا گوتارک ادنی پیشکش کربو و پروپاگاندای ترور کربو یکمین دادگاه ادنی بو هفسروک دبی سلادین دمیتاش هات انجام دان و 5 سال زندان جیرهات خواستن ددمون دادگاه کردن دمیتاش ده هجمارک بزنش پارزر دویامین دادگاه توانین مزن یا آدانه آمده بون سردوزگری جی 5 سال زندانش دمیتاش را خواست بریار بو دمیتاش زندان خود بریار دنگ و رنگ برداری دادگاه ببه لی دمیتاش اویک قبول نکر و گوت پارزگر من بروانیا من دکن و برسیوا دادگاه دادن پاریزگری دمیرتاش دادگاه آمده بو او به مبستا گیاندنا تویمتا بو دمیرتاش او ورگرتنا برسیوینوید دادگاه رونشتنا خواب بو دیچله 2017 به پاش خست وليتي شيرناقي بريوردا كوش دشامي دا بيفا نوبير دمجمار بينجي سباح حتى بيز دي شبي قدغايا دركتنا دروا بي روكرن باش تيفي بريوري تيهيفي كرن قل خلقي باجير فياجرن مالين خا وليتي شيرناقي روجا چاردي آداري نووندا باجير قدغايا دركتنا دروا راجيان دبو اجبر شريد نوبير هيزن بيكيكي و هيزن ولكاريا تركيا دا جالك مال اويد بستان مسكرت و كارجين باجير هلوشيانه بشتي هشت بهان الباجير شيرناقي قدغايا دركتنا دروا هات راكرن بشتي قدغايا شهر و پیفچونن دنبر پلیس لشکر و یه پسی دا باجاره کی ویران کریما الشش تاخن باجیر دا تو خانیه که کد نهات به هلوشاندن نمایه خانیه که هنکر سر پیاد وانجی درفتن خودین خاطینه چی کرن لشرناقي كافر سر كافر نماي خلق بندية دولة خانية منجنوة تشبكة و زراروان بدا اجباجاري شرناقي قالك اس كوچباري سلوبي جزير مرسين و ديلوكي بونا حتى خانية منجنوة نين اوكرن اوي نكوربن وگرن باجر و الشرناقي بجيببن نها اف البندا آلي كارينه لواني بومبي يريشي اويا اوكي بارتي يا شاخة نوچه بگر کرن سروکی که پارتی شاخ نوچه بگر ابراهیم وان لیراگیان کد شرم بشرف ساعت و سسیات اف یریش پیکاتیه دمو یریشی داشت بکو تو کس آوایی دات نبوک پیشی تراجیتی هاد گرتن سروکی که پارتی هروا گود بریو نهاجی پمان شوایی یریش المالا سروکی باسک جوانان یه آکه پارتی بگری کرنه
وزارت نوخوی ترکیه سروکی شهرداری باجوری مزن یا مردینی احمد ترک و سروکی شهرداری سرتی DPP تونجر بکرهان شکار دور خست. وزارت نوخوی ترکیه برگاندنه که فرمی اشکره کرد که سروکی شهرداری باجوری مزن یا مردینی احمد ترک که سیشمی هاتو بود دست سر کردن جبورجی خواهات دور خستن. درباره احمد ترک دابری نو 6 توان جدا 2 ساعت بو وکرن. سروکی شهرداری سرتی تونجر بکرهان جی روزا 16 مجداری هاتو بو گرتن. پشتی کش عالی وزارت نوخوی ترکیه قیوم دانست سر شهردارین باجوری مزن یاوانی و مردینی خلق وان باجاران پیشا و یا هر دو شهرداریان جویان هر واقع پیشاندانه که قرابالق پشتی و بیاری پیشا شهرداری وانی جویا و پروتستو کرد. پلیس سالم گاز روندکرش و آواشت دست وردانا بردارین اکسی کرد. هر واقع پشتیش کار دور خستنا و گرتنا افسروکی شهرداری مردین احمد ترک جی خلق پیشا و یا شهرداری مردینی جی کمبو خواست بریاری شرمزار بکه نوبر خو پیشانداران دا و پلیسان دا آلوزی درکت. احمد ترک و تونجر بکرهان بسبب هبون تکلی پارتی کارکرین کردستانی را شالی هزین دژ تروری یا مردینی و سرده و هاتوبون گرتن. هفسروکی شهرداری باجوری مزن جوانی بکرکویا که تیم تایبت یا مدیریت اولیه یا وانی و دست سر کربون دادگی بریارا گرتنا ویدا. دو چارچوبه لیپسینو کش آلی سردوزگری کمری یا وانی و هاتیه دست بکرن پیشمی دانی سبی پولیس نویتن سر وای شهرداری وانی اولیگرین پیکانین او تبندمی دو هفسروکی شهرداری وانی یا شپورت یا هریمن دموکراتیک بکرکویا تاخا ایپک یولیش آلی پولیس و هاتبو دست سر کرن. پشتی لیپسینو لمدیریت اولیه یا وانی بکرکویا بود دادگی هات گوستن دادگاه جی اینی سبزو بریار گرتنا بکرکویا بسبب اندامتیا ریخستنا ترور دا بکرکویا بری نهاجی دوزا کچکه هاته بو دادگاه کرن و 15 سال جزای گرتنی ورگرته بو. هات را گیاندن نوچه اردیش یوانی دو پیراسیون دجی گریلاین PKK دا 3 پولیسین سرهیزین تایبتی ترکیه و بریندار بونه. الگور میدیا ترکیه هیزین دجی ترور و هیزین تایبتی نولکاری ترکیه تا جلب باقی یا نوچه اردیش دو لنبری گریلاین PKK اپراسیون هات بکنین. دم اپراسیونی دا پیفچون درکت و دنجامی دا بدجوار 3 پولیس مسرهیزا تفگیرا تایبت و بریندار بون. هر وال گردوغان ها بر آژانس گریلای که PKK جانی خوش دست دایه. PKK درباره بیاری دا هیچ تداخیانی که بلاف نکریه. تریم نوبوری اپراسیون بردوامه. هفسروکی کوم جواکن کردستانی جمیل بایک را گیاند. اگر ترکی لنبری قندیلی اپراسیون پیک بینه دی تک چونکه مزن بخواه. هفسروکی که چکه جمیل بایک آژانس فرات را آخوی و دیار کرد که تی گوتن دلنبری قندیلی اپراسیون پیک وره. اگر ترکی لنبری قندیلی اپراسیون پیک بینه گلی کرد دیوام گلان پیشوازی نکه و دی ترکی تک چونه هیری مزن دیرو که خدا بخواه. بایک گوت PKK تجاری رینا ده فاشیزم آکی پارتی. دولت ترکیش ببکار به PKK تنه بکه پیوسته همو کردان و رفشنبیر و هیزن دموکراتی ترکیه تنه بکه. برینا وزیر نوخوی ترکی سلیمان سویلو را گیانده بو که اوی دمک نزیک دا بسر قندیلی دا بگرن اف دخیانین سویلی و ساعت بو فهم کرنه که ترکی لنبری قندیلی آمده کاری اپراسیونی دکه. اندام کنسیری و برای کوم جواک کردستانی مصطفی کراسوجی دیار کرد که ترکیه دخوازل دجی قندیلی اپراسیونی پیک بینه. درباره یکی اندام کنسیری و برای کوم جواک کردستانی مصطفی کراسو در نویس خواهینی ازگور پولیتیکا داره گیاند که ترکیه دبیجه یعنی هونی تسلیم ببن یعنی جی امی شهر دجوارتر بکن. کراسو آنیزمان که ترکیه همو آلین باشوری کردستانی هزین خواب جی کرنه. شهر دولت ترک و تفگیر آزادیا کرد گیای قناخکی نو. اندامی کنسیری و بریک چکی دست نشان کرد که AKP خواست بکره مسئله لین نکاری. ناجید خواست کتنات قندیل و شنگولی دا باشوری کردستانی داگر بکه. تفگیر آزادیا کرد چاول باشوری کردستانی لنبری دایشی شهر کرد و لنبری ترکیه جی شهر بکه. سرکومری ترکیه رجب طیب اردوغان ولاتن روجاوی پشگرتنا دایشی تومت بار کرد و راگیاند که ولاتن روجاوی چک دادن دایشی. اردوغان هر وا گفت 4 ولاتن سوریه، عراق، لیبیا و افغانستان دی پرچه ببن. رجب طیب اردوغان که بسردنه که فرمیل ولات پاکستانی جوینه که بش یا پارلمنتو و سیناتو یا پاکستانی آمده بو و گوتارک پیشکش کرد. اردوغان گوتار خود تندی گیریش کرد سر ولات روجاوی و به پشگرتنا دایشی و دجیدی کردن اسلامی تومت بار کرد. حتی بوری دادگاه بازرگانی پاریسی بریار گرد که مدنوچه و نوروز توی جاره کدن دست وشان خواب کن. سردخواز ترکی شرکت اوتوسات البریار دابو که وشان مدنوچه و نوروز توی بین آستن کرن. سروی رفشی ریوبری هر دو کانالون سریل دادگاه بازرگانی یا پاریسی دا. دوشمی دادگاه درباری هر دو تلویزیونان دا بریار دا که مدنوچه و نوروز توی جاره کدن دست وشانه بکن.
دنگ و باسنجیانی گوری آژانس سپوتنیکی وزیر پاراستن روسی سرگئی شویگو دیار کریه که وان سوریه هفت موشکین پاراستن یابناو اس سبجی کرنه سرگئی شویگو جوینی که داخویه که سرگ دولت روسی ولادیمیر پوتین و رایدرین دنجیت دا آمده بونه وزیر شویگو داخفتن خدا واگوتیه وکی اون زانان سوری پرگالا میا موشکین ناو اس 400 دمک دریجه که دخبته لیش بلی بید بایری دا جبو حتی قبریسی پاراستن بیکرن ما هفت سیستم موشکین اس 300 جی کرن دوی بگوتن که سیستم موشکین اس 400 برگه همین لزقیه پشتی خستنا بالافر روسیایش آلی ترکیه و هاتبو بجی کرن سروکی سوری بشار اسد پیوینه که تلگل کانال ایرتی یا پرتغالی برسی و پرسن درباره البشارتن آمریکایی دا او گوت هیزوی که ام بزانه بن که دی ترامپ چه بکه لی اگر سوز خواه درباره سوریه و شهر دژ تروریستان پیک بینه و که روسیه ایران و چند والاتندن ده به پیوانی مه اسد دیار که دی زختن لوبین آمریکی سروکی نوه به او اروا گوت پرانیا میدی آمریکایی جی دژی ترامپن و دی اف یک باندور البریارین وی بکه درباره همان هنگی نوبر آمریکا و یکینان پاراستنا گل داجی بشر اسد و آخوی هف پیمانی نوبر دوالات آنداده به نکد نوبر والات کی بیانی و گروپ کی دا اش بروی یکیجی هف پیمانی وان نه یا سایه اوش آلی مواجی نای قبول کرن و السر مجاره حلبی و کشتن خلق سیویل جی سروکی سوریه دخیاند اف 3 سالن تروریستان آلی رجلات حلبی داگر کرنه خلق سیویل جبو پاراستنا خوب کارت دیدن او کومین چکدار رینادن آلی کاریم روی بگینه خلق سیویل بشار اسد رخنين جران السركوناري تركيا رجب طيب اردوغان جكر و وكي نخوش بنافكر اسد قوت اردوغان كسكي نخوشه و كنترول كرنوي زحمت بويا او دسردمو دسلات عثمانيان دادجي تركيا بيرازي بونا ما آخا سوريا در باز كريه و او جي داگر كاريه كارت شهر دايش دكن لی ترکیه بومباران نافچین وان دکه سال 2011 ول سوریه پشتی دست بکرنا خاپیشاندان دژ دستلاتی شهر نافخواهی دوان 5 سالان دا لوی والاتی نزدیکی 500,000 کس هات نکشتن و زیادتری 10 میلیون کس جی کوچ بونه بشر اسد دیار دکه تبلی آلیکاری والاتی بیانی یاش بو کومین چکدار ارتش سوریه شهر دا سرکفتی بویه روز چهارشنبه پاریس هات راگیاندن کل بجارتن میلیاردر آمریکی دونالد ترامپ کمدیان و اکثروکی نوی آمریکا باندور خالصل بجارتن اروپا دکه و که آژانس پیش پاریس رادگینه که خانم مارینا لیپین لیدر راستگران رادیکال ین گرابان دوان دژی پنبر و مسلمانانه دیت بجارتن فرانسا دا ین دی پشت 5 مهندن بین انجام دان پیش بکوه هر با سروکی بری فرانسا نیکولا سارکوزی که جارد کاندیدات کریه جبو سروکی فرانسا دبیشه هر بجارتن ترامپ آمریکا دیار دکه که دوی دنگی خزه با گل بی بیستن نیکولا سارکوزی الباجر نیتی فرانسا پیامکش بو گرسه گل پیشکش کر و گو ترامپ دخوازه بروانیش برجیواندین آمریکا بکه باشه او اجی دخوازم برجیواندین فرانسا و اروپا بپاریسم تهمت برگرتن برتیلی وزیر عبوری روسی شالی پلیس نواوی ولاتی و هات دست سر کردن الکسی اولکای وزیر عبوری روسی تهمت برگرتن 2 میلیون دلار شالی پلیس و هات دست سر کردن سال 1991 یکی دا اف یکمین برپرسک پلبلن یوی ولاتی تی دست سر کردن که به برگرتن 2 میلیون دلارش کمپانی روسنفت یا پترولی هاتیه تهمت بار کردن گداری نجای و بوده شده دنگو باسنفتی که شر 4% این کردستانی و کردن دیاسپوره هر و نوچه نونتوی جوره کردن هفتیاتی دی سال سروی نو نشانی امی راستی هبین آمده کار او رو برای برنامه یا دنگو باسنو یا رادیوی تزه بیلاس ترکیه حتی نشمیاتی بمینود نو خیر و خوشیتا